سلام بچه خوبی. این جایی که میبینین تمام اجناس دزدی شهر در همین قسمت، در همین قسمت فروخته میشه، میان و میفروشن. تمام اینایی که میبینین همشون یه جورایی دستشون تو کاره. تمام اجناس دزدی و فلان و ملان در همین قسمت زاهدان فروخته میشه. یعنی اگه زاهدان باشی و شب دیدی ماشین رو وسیله هاشو دزدیدن، میتونی صبح بیایی و این قسمت همون ضبط تو پیدا کنی. خب الان از اینا بگذریم، دوربین بچرخ. خب حالا گذشته از این بازار دلال، بازار زاهدان، برگردیم به مبحث ولتیاب خودمون. الان این ورژنی که دادم بهتون 2.1 میتونی برین توی سایت جهان تیوبر، همون قسمت دوم موجودیگیر، اینجا کلیک کنین، این ورژنش براتون باز میشه. چه تفاوتی داشته؟ الان شما ارز شیبا توی تمام شبکه ها اضافه شده، یعنی شما 12 کلمه رو که بندازی توی این، اگه شیبا داشته باشه بهتون موجودیشو نشون میده. دیگه چی؟ یه چیز دیگه اضافه کردم تو این 2 روز. ارز تتر هم روی تمام شبکه ها اد کردم داخلش، یعنی شما همون 12 کلمه رو بندازی توش، ارز تتر هم داشته باشه بهتون نشون میده و سخنگوی خودم هم بهتون اعلام میکنه. چجوری؟ اینجوری. خوش شانسه کی بودی تو؟ بچه اینجوری اعلام میشه. یعنی این توی این 2 روز این دوتا رو هم اضافه کردیم بهش. نسخه جدیدی که دادیم اینه. نسخه 3 خیلی به نظرم طول بکشه و اذیتی داشته باشه، چون من یه نفرم، واقعا سختی. ممنون که درک میکنید. و اینکه اون نسخه نهایی رو به کسایی میدن که حتما ما رو ساب داشته باشن، چک میکنیم و به افراد خاص رمز دانلود رو بهشون میدیم. پس حتما ما رو باید ساب داشته باشید تا ولتیاب واقعی رو بهت بدیم. حتما ما رو ساب داشته باشید و همیشه دنبالمون کنید. تو هر ویدئوی جدید یه آپدیت جدید بهشون معرفی میکنم، حتما از اونها هم استفاده کنیم. مرسی که تا همینجا با من همراهی و تا درودی دیگر. اترود.